حدیث صحیح است. امتای پیشین سه کس سفر می‌بردند. یکی پسر تاشکن میرن پیش ماشین ها نبودید. همه چیز پیاده، خر، شتر برای مسافران در مذهب ماشین بسیار خلافت بعض امتیازات داده است. از سبب چی؟ عذاب کشیدن شد. روزه ماه شریف رمضان میتونن مسافران خرن. نماز خلافت 4 رکعت 2 رکعت میخونن. خدا معصیت 3 شب و روز مست میکشن. نماز جمعه ساکت میشد، نماز عید ساکت میشد از کردنی میگم. این امتیاز برای مسافران است. 3 کس رفتن میگه راه نگرد بالا میگه هوای بارون مانند شد. بعد یک غار یافتن دور مدن. هر زدش دادن که یک باره یک شما شدی یک سنگی کلون اومد دهنی غار محکم کرد. گفتن که علاج نیست برادران. این سنگه جنبانده نمیشه. دادی من شما هیچ کس نمیشنود. فقط اکنون یک کار کرداشیم که برای رضای خدا باشه همین چیز ما نجات بده. الانه بچه میگه تو چی که یکم برای خدا یکم کار کردیم بگو. میگه من پدر مادر داشتم دائم افقات یکم پدر مادر نمیدادم. یک روز گوسفندا به وقت اومدن تا شیر جوش شدن که برام پدر مادرم خواب بوده. فرزندان گریه کرد ناله کرد پدر جان همون شیر ما تخرید. نه تا اگر بابا تو اچد نخورد این شیر ما برایشون تا صبح 6 نمیگه در طور سرشو قبیدم. وقتی که صبح شید دادم شد خداوند اگر هم برای رضای خودت کرداشم ما را نجات سنگ یک بجا میگیرد. یکی لوجی بومدن نیست. خب تو برادر کاری برای خدا برشی گو بیمش میگه که من دختری عمر من نزدیکم. برای دختری عمر رسیدن چقدر حرکت ها کردم. یا دوست میگه به استیلر امروزش گیم $100 ته من در وعده تیام پدر رو داشت میگه میانی پاش دور مندم خواستم که همون کار کنم. دختر گفت میگه همین کار را بنیکاه کنیم چی میشه از خدا شرم نمیدونیم. از خدا ترسید من خیستم رفتم از بحری همون پول من مادم. خداوند اگر همه برای رضای خودت کناشم ما را نجات سنگ یک وجه دیگر میخیرد. پیغمبری بزرگوار حدیثی است 7 گروه طایفه آدم ها را روز قیامت خدا در سایه عرش جا می‌دهد. یکیش یک زنی صاحب جمال برای زنا دعوت ندهد شما را که بیا به من همخواگبی شو گویی که انا اخاف من الله من از خدا میترسم. خدا روز قیامت سوی عرش نجات می‌دهد اگر با او کار سرش نده. گفتم من بولمده نمیشه اکرم برادر چی کار کرد یک گفت برای خدا ایش گفت که من مردی کار آوردم خونه ولی مردی کار حق شد. گوش کنید خوب بعضی میشنون استعاره آده کار فهمده پلاش نداده مذاکره گشتگی مسلمان ها بیاد. خوب گوش کنید میگه 4-5 کارگر آوردم خانم در کار فرمیدم ولی کار بود نشیده یکتش کارش بومدو پولش نگرفته ترک رفت مونده میشه پولش دادم یک قسم پولو موند همون پول به گوسفند خریدم. او گوسفند رفته 3 سال 4 سال یک رامه شد 500 اسمی 1000 اسمی 5000 اسمی. یک روز میگه شیشتگی بودم که همون آدم کار فردگی اومد گفتیم برادر من یک وقتایی در خونه شما کار کردم کارم اومد و رفتم همون حقی من موندگی بود همون حقی من نمیتی گفتیم این چی انم رحمه دیدی گفت همین الان توست. گفت برادر هزین نکن اون پلی من در یک مسقط میارزید نمیارزید خدمتی من. گفت که برادر همون پلی که شما موند من نمی رحمه گوسفند خریدم خدا برکت داد زیاد شد. همه رحمت میره پیش انداز کردم که رفت اگر برای عزت توش میگی سنگی دیده میرود. مذهبی مانده خدا خواهد شفی کردن یک انسان درست است.
و تفرگین که محمد علیه السلام دعای ما را اجابت گرفتن. برای زودی انشاءالله الله سبحانه و تعالی بینی خدمت پدر و مادر چی خبر دارد. حتی شما را در این دنیا نجات میده انشاءالله خدا خواهد. چی دعای میکنن انشاءالله اجابت بشود. آینده خدا خواهد نتیجهش میبینیم. چون که دعای پدر و مادر یک دعا دارد همیشه. زمان پیش مادر میریم الحمدلله خدا آخری صحبت یک گام میزنم بچه تو خدا خواهد باید لحظی نموشه خاک گیری زرگر همیشه بخنوک شد پول نمیپرسد علموشه پول میپرسد پدر مادر برفتی که این پول نوشه منتر بچه میکنم نه الحمدلله در پیرامد کردی هم صحبت شدون بچه چند سالش در شهر روز برای بچه هم آوردن میگه 3 مرتبه دنبال خودم مرده کردن گفته میگه بگویش پدر کسل است بگویش پدرش جان داده است نکی نو انصاف نامد چون که اون شهری روز و شهری خدا خواهد پرده پوش اسلام است و شهری است که دنیای دیگر است اگر 1 سال 2 سال در نزد نکنین مهر شما گم بشود نسبت مادر نسبت پدر نسبت فرزند نسبت خواهر این از تجربه حیاتی ما دیده شده بعضی ها میآید بجای خدا خواهد خدمت کردن با دور دارد بجای خدمت کردن خدمت ندارد و هم خیلی موضوعی است عزیزان